حرف زد. خب ظریف عثمانов توانستند در موسم قبل مبارزه انجام برساند. دسته برقچی باشد در جدول مسابقه در قرار داد. دسته بخش باشد در 22 بازی که در موسم قبل دیدن این رقابت و دسته وحش بازی رو از مرکز میدان شروع میکنند. ادامه حمله توسط کناری راست موقعی که محمد نصف از پرتاب و داخل جریمه گاه امکانیت برای آن پیدا میشود و اولین ضربه را ببینید که چگونه کوایگات توپ رو به داخل جریمه گاه پرتاب کند. همین کار هم کرد کاپیتان تیم. یک ضربه دیگر به سمت دروازه، فرصت برای دسته وحش وضعیت رو که استفاده خواهد کرد. ضربه به سمت دروازه، دسته وحش ادامه حمله برقچی. اینجا توپ میگذارد، فرصت برای مهمانان، اما اینجا ادامه حمله توسط کناری راست از ایبک سلطانов. ضربه و فرود آمد. فرصت برای دسته وحش، پرتاب و داخل جریمه گاه و ضربه رو هم دیدیم از جانب تونی بکتال. ضربه سیاوش اسرارov و کوایگاتسون در شروع قسم دوم امکانیتی خطرناک نبود. پرتافتی از ازبک دالیف. بهترین فرصت برای بازیگران دسته برقچی. پرتاب بر همین دوبه، گزارشی خیلی خوبه بازیگری دسته برقچی. ضربه به سمت دروازه، اما ضربه نوانق انجام تاتارکوف. ادامه حمله توسط تویجان تقوی‌زاده. ضربه فوتبال باز دسته وحش کرده میشود. پرتافتی نوبتی به داخل جریمه گاه، فرصت برای بازیگران دسته وحش. احتم نظرف پرتاب به داخل جریمه گاه، فرصت برای بازیگران دسته وحش و گل، اما افساید است. برای کناری زود این را پیخست کرد و بیرقچه خود را بلند هم کرد. اینجا بنجامین هم پاس نه بازیگر دیگره که با نوبت رو همچون افساید بخیر گرفت. توجه باور شد و گل به نوبت گرفته می شود. دوستان عزیز، در حالت افساید نبوده است بازیگر دسته وحش کاستیانتین چرنی و گل زده فوتبال بازان این تیم به نوبت گرفته می شود. بهترین موقعیت پیدا کردید، روژه رسانه نگرفت. بازم احتم نظرف، بازم پرتافتی و به داخل جریمه گاه. اینجا فوتبال بازان دسته وحش ضربه نوبتی رو میزنند و چگونه این مرد پرتافتی احتم نظرف با میکیتا تاتارکوف. فرصت نوبتی، ضربه و گل. چرنی میگفتند و او به میدان فارغ شد و اکنون موفق می شود که با زدن گل دست یابد و با حمله از پرتافت از اوت شروع شد و اینجا اشتباه دقل ژایروس اونانا را با بازیگر شماره 19 برگردانده می شود. امکانیت نوبتی، ضربه تاتارکوف و این مراتبه یک امکانیت دیگر و اینجا صدای اشتک بختیار کاملوف بلند گردید.